وقتی که زندگی آدم با یک روزای پستی می آورده است، همه یار رفیق خاطرش می برآورده است. من امروز 20 سال ها سبحانی سعید بودم، گلستانی معرکه بودم، لیکن امروز چه خدمتی که برای وطن کردم از روزی که جنگ های برادرکشی بود در رسپولیک در جمهوری و ناتنجی بود، من از همین جمهوری هیچ جا نبرآمدم، کارم نپرداختم. در وزارت فرهنگ کار کردم تا 2008 بعد از 2008 من احوال به حساب بودم. برای اون آدمایی که این شعر من خوندم، خانه پستر اصلا زنا دیگه گرفتن و فرزندشون پستن، نالت با اون آدما که فرزندشون سرگره شد، دخترشون از راه برآمدن، راههای نادرست برفتن. برای چی؟ برای یک دهن برای زندگی پیش بردم. برای من مراجعه میکنم به شما، هر کسی که در مهاجرت رفتگی هستی حاجتون دست گیرید. چند سال که نامده حق سگارتون رو باید کنید. من دیگه چی گفتنم نمیدونم، برای که یک آدمی مرده هستم. اگر پا می داشتم، اگر ممکن من امروز بجایی که هر یک مهاجر تاجیک من ایشان بخون میرفتم با شما رو برای کنسل میدونم، اون چیزی که در دلم بود من میخوندم میدادم. همین شعری که از من برای شما قرائت کردم من آهنگ بسته گرفتم، لیکن مبلغ ندارم که از خانه برام یا که ثبت یعنی سروده بکنم. برای برادرای گرامی کلداری که هستند در طرف در مهاجرت در دیگه جمهوری ها که امروز سرداری تاجیک‌ها هستند، تاجیک‌ها نگاه کنه الوی کم که سربلند باشه، خانه‌تون آباد باشد، با پیش فرزندتون سری بلند که برگرده، خانه در خانه نپرته. من از 2002 سال از عالم جدا شدگی هستم، بعد تا امروز عالم ندارم. 4 پسر من خودم کلام کردم، 4 پسرم آدم قطعی هستم من کلام کردم. خدا یکان انسان شکل خود من هستم از یکان درد نفید، یکان درد نفید، یکان موی سرش آسیبی ندید. اگر که آدم در یکان کسلی گرفتار میشد میشد، این همه اون دو دستگاهی که جوره داری رفیق داری همه گپ بوده. برای سلامت باشیدون. من کم ترک علم دل کردم به شما، برای همین در بجایی که باشیدون فاریه نمیدید. سلامت باشیدون مردمی مهاجر.